الان گرونی تو بورسه. آخه کدوم گرونی؟ یعنی گرونی نیست؟ نه که نیست. اقتصاد علم پیچیده‌ایه مدیر. هر کی 2 تا کتاب اقتصادی بخونه میفهمه که گرونی نیست. امان از بی‌سوادی مدیر. امان. خوشبختانه تو این سالهای اخیر ما از تورم نقطه‌ای به تورم نقطه به نقطه رسیدیم. یعنی بدتر شده یا بهتر شده؟ نه معلومه خیلی بهتر شده. در تورم نقطه‌ای فقط به یه نقطه آدم فشار می اومد، ولی الان در تورم نقطه به نقطه به چند نقطه آدم فشار. لابد الان میخوایم بگیم قدرت خرید مردم اومده پایین. خرید مردم اگه اومده پایین به جاش قدرت فروششون رفته بالا. قبلا کی جرأت میکرد قرنیه چشمشو بفروشه، ولی الان اونم میفروشن.